أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه روایت شده. شماره حدیث در کتاب مسند امام احمد ابن حنبل 1661 می باشد. عبدالرحمن ابن عوف یکی از ثروتمندترین صحابگان به حساب می روند و یکی از سابقین می باشند که به پیامبر صلی الله علیه و سلم به دعوت ابوبکر صدیق به اسلام گرویدند و بسیار مالهایشان را برای برداشتن کلمه الله و انتشار اسلام مال و ثروتشان را انفاق کردند. عبدالرحمن ابن عوف میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اذا صلت المرأة خمسها، اگر زن 5 وقت نمازش را در وقتش بخواند، وقتی که اذان گفت همان زمان بشتابد و 2 فرزندان خود را امر بکند، زیرا شوهر در بیرون بسیار میگردد، کار میکند، تربیه فرزند بر دوش زنها بیشتر میباشد. بعضی زنها نماز وقتی که فرا میرسد او را به تأخیر میگذارند، حتی اینکه به پیشین میرسند پیشین را به عصر میبرند. در حقیقت این گناه کبیره می باشد. پیامبر گفتند که اگر زن 5 وقت نمازش را بخواند در وقتش و صامت شهرها و این چنین روزه ماه رمضان را بدارد و شرمگاه را از زنا و از دیگر چیزها نگه دارد، حفظ بکند، خیانت نکند و اطاعت زوجها و شوهر خودش را اطاعت بکند، گفته می شود قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت. میگویند که گفته می شود که تو به بهشت جاویدان وارد گرد از کدام درهایی که بخواهی. یعنی 8 در بهشت 8 دروازه دارد، به کدام دروازه بخواهی بدرو میگوید. آیا آن زنهایی که خودشان را اهل تقوا میگیرند واقعاً یعنی گفته الله و رسول را اجرا میکنند، واقعاً به شوهرانشان اطاعت میکنند یا نه؟ یک بار زن خودش را سوال بکند که آیا من از جمله شخصایی هستم که شوهرم را اطاعت میکنم یا نه؟ به خودش سوال بدهد. اگر وجدانی که آن ایمانی که دارد بر او صدای بدهد که تو اطاعت نمی کنی، پس وای بر حال چنین زن. وقتی که شما میخواهید که مهر محبتی که شوهرتان به نسبت مادرش دارد، نسبت برادرش دارد، شما میخواهید که او را کم بکنید، این یکی از نافرمانی شوهر نافرمانی می باشد. برای این پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر زنک 5 وقت نمازش را در وقتش بخواند، روزه بگیرد و خیانت به شوهر نکند، یعنی به زنا دست نزند و به شوهرش اطاعت بکند در همه امورها، وقتی که نبرا گفت از خانه نبراید و آن کسهایی که بعد میبیند به منزل شوهر جای ندهد، این اطاعت می باشد. سپس به او گفته می شود که به 8 دروازه از کدامش که بخواهی بدرا. این مژده برای زنها می باشد که باید با این حدیث عمل بکنند و بهشت جاویدان و رضاگی الله را دریابند. این بود شرح مختصر حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.